سلام. امروز میخوایم با هم دیگه روی بوم کار کنیم و از ورق طلا استفاده کنیم. اولین کاری که انجام میدیم با متر مرکز بوممون رو مشخص میکنیم و از اونجایی که ابعاد بوممون بزرگ هست با کمک نخ و مداد دایره ها رو رسم میکنیم. بعد از اینکه دایره اصلی رو رسم کردم با کمک خطکش ضخامت دوایری رو که مد نظرم هست رو علامت گذاری کردم. من این کار رو در 4 جهت انجام دادم تا دقت کار رو بالا ببریم. بعد از اینکه ضخامت ها رو مشخص کردم دوایر کوچیک رو با پرگار رسم کردم و تا اونجایی که میشد از پرگار استفاده کردم و برای دوایر بزرگتر باز هم از نخ و مداد استفاده کردم. این پرگار رو میتونید با استفاده از یک مداد برای خودتون درست کنید. دور یک مداد رو میتونید با نخ گره بزنید و بعد با توجه به اون قطر دایره و شعاع دایره که مد نظرتون هست این دایره رو رسمش کنید. بعد از این من چسب ورق طلا رو اول با آب رقیقش میکنم و برای اینکه روی کار مشخص باشه مقداری رنگ بهش اضافه میکنم. این رنگ میتونه رنگ اکریلیک باشه و یا اینکه میتونید از پودرهای طلا یا مس استفاده کنید که وقتی ورق طلا دونمه میشه یا در واقع آماده میشه برای چسبوندن ورق طلا بیرنگ میشه. برای همین ما این رنگ رو اضافه میکنیم که ببینیم. بعد از اینکه چسب ورق طلای ما حالت دونمه در اومد، یعنی که شما وقتی دستتون رو روی چسب میذارید به دستتون چسب منتقل نمیشه، هیچ جرمی به دستتون نمیچسبه. به این وضعیت که رسید شما میتونید ورق طلاها رو همونطور که دارید تو تصویر میبینید جاهایی که با چسب نوشتین بچسبونید. برای بعد از اینکه این ورق ها رو منتقل کردید روی بوم با حالا یا دست یا با دستمال یا با پنبه روی این ورق همونطور که اینجا میبینید میتونید دستتون رو به صورت دورانی حرکت بدید تا ورق طلا کاملا به بومتون وصل بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام میدید در مرحله بعد با یک قلم‌های درشت‌تر شروع میکنید به حرکت دادن روی این ورق و قسمت هایی که چسب داره ورق طلا میچسبه و قسمت هایی که چسب نداره جدا میشه.